لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم. هنوز هم بحث بنی اسرائیل یا یهودی ها ادامه داره. اشاره به یک مذمت دیگه داره از اونا. یهودی ها وقت در مجلس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم می نشستن، چون مسلمان ها اگر یک چیز رو نمی فهمیدن برای پیامبر می گفتن راعینا، مرآت حال ما رو بکنین، راعینا می گفتن. یهودی هایی که در اینجا بودن به خاطر که فرصت را غنیمت بشمارن سوی استفاده بکنن، همین راعینا رو کم زبان خود چی میکردن؟ راعینا میگفتن. راعینا که میگفتن، راعینا یعنی مرآت حال ما رو بکن، راعینا یعنی چوپان ما، و در حقیقت به این حساب توهین میکردن. یا خود راعینا از رعونت این میگرفتن نعوذ بالله به معنای احمق. صحابه میگفتن راعینا مراد نهی بود که مرآت حال ما رو بکنین، لکن اونا که میگفتن راعینا نعوذ بالله معنای اینه که تو احمقی، تو نافهمی. بعد از می آمدن میگفتن که چقدر خوب شد ما قبلا به پشت سرم حتی نمیتونستیم توهین بکنین، حال کار به جای رسیده که بیش روی هم توهین میکنین. خوب از این لذت میبردن. ما بعضی کلمه های داریم میالم از نظر زبان یا لهجه ها یا از نظر ادبیات ها، یک کلمه هست مثلا به هرات اگر ما استفاده بکنیم معنای بد نداره، لکن اگر به کابل استفاده بکنیم معنای بد داره. یا امثالی یهودی ها می آمدن همین کار رو میکردن. الله متعال به اینجا حبیب خورزی توهینی که اینا میکنن نجات بده. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، لا تقولوا راعنا، دیگه لفظ راعنا رو استفاده نکنیم. و قولوا انظرنا، به جای ای بگین انظرنا. انظرنا و راعنا هر دو یک معنا داره. مراعات حال ما رو بکن، به طرف ما ببین، متوجه ما باش. و بیشتر از این میشد که وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم یک آیه از قرآن میخونن، یک چیزی رو میگفتن، اینا بهتر متوجه ما باشین، مراعات ما رو بکنین، یعنی آهسته تر بخونین یا تکرار بکنین. الله متعال میگه دیگه راعنا نگین، انظرنا بگین. واسمعوا، خوب بشنوین. خوب بشنوین که دیگه سوال هم نکنین. شما اگر خوب صحیح متوجه باشین، رسول الله صلی الله علیه وسلم برای برای شما میگن که احتیاج به این نباشه. وللکافرین عذاب علیم، برای کافرها عذاب دردناکه. همون رقمی که برای شما گفتم یهودی ها نمی کار رو میکردن. ما روایت هم در این رابطه داریم. شأن و نزول این آیه قرطبی رحمه الله روایت کرده که ابن عباس میگه مسلمان ها میگوید کانوا یقولون للنبی صلی الله علیه وسلم راعنا على جهت الطلب والرغبه من المراعات ای التفت الینا، و کان هذا بلسان اليهود سبا، به زبان یهودی ها ای باز دشنام به حساب می آمد. در نتیجه امیر میگفتن که ما تا حال مخفی دو میدادین، باز حال خود که آشکار هم دو داده میتونین. این گپ را حضرت سعد ابن معاذ بشنید و سعد ابن معاذ زبان اینا رو میفهمید که اینا که گپ رو میگن هدف اینا چیه، آشنا به زبان یهودیا بود. بعضی برای یهودیا چی گفت؟ علیکم لعنت الله، لعنت خدا بر شما باشه. اگر از یک کلمه از شما شنیدم که دیگه برای رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر رقم یک گپ بگه، لا اضربن عنقه، گردن یارو میزنم. شما به رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر رقم گپ میگین. بعضی گفتن که ما چیزی نگفتین، اولستم تقولونه، خود شما میتونید میگین. صحیح شد. ما این گپ که میگین تو خوب میفهمی که دشنامیه، لکن خود شما میخوایم این گپ میگین. همون بود که آیه نازل شد و مسلمان ها منع شدن از این که دیگه راعینا بگن، بلکه گفته شد که شما چی بگین؟ انظرنا بگین. قضیه واضحه. اما چیزی که خوب از این درس بگیرین ما شما، درسی که متاسفانه خیلی از وقتا نمیگیرین و سبب اختلاف و جنجال و مصیبت هم میشه. قرطبی رحمه الله امیر که ذکر میکنه، بعد از میگه که این آیه دلیلی برای سد ذریعه، التمسك بسد الذرائع وحمايتها وهو مذهب مالك واصحابه واحمد بن حنبل في روايه عنه الى اخر. سد ذریعه رو به اینجا ذکر میکنه. سد ذریعه یا سد ذرائع یعنی چی؟ ما اصول فقه ما یا مصادر فقه ما به دو رقمه. یک اتفاقی 4 تایه، قرآن، سنت، اجماع و قیاس که بین همه مذاهب اتفاقیه. باز 7 مصدر دیگه داریم که این مصادر اتفاقی نیه، در بین ائمه مورد اختلافه.
یک درجه بالا میبره، یک پایین میاره. یکی از این جمله سد ذرائع یا سد ذریعه. مراد از سد ذریعه چیه؟ سد به معنای منع کردن، بند کردن. ذرائع جمع ذریعه، ذریعه یعنی وسیله. مراد از قانون سد ذریعه چیه؟ مراد از قانون سد ذریعه اینه که یک چیزی، یک کاری، یک گپی که میتونه وسیله برای حرام بشه، میتونه وسیله برای حرام بشه، هرچند به ذات خود کار جایز باشه، کار مستحب باشه، باید ترک بشه به خاطری که منجر به حرام نشه. دوباره میگم اگر یک چیز فرض و واجب بود خب به این صورت ترک نمیشه، لکن در صورتی که یک چیز فرض و واجب نیه، جایزه، مباح، مستحب، لکن انجام این سبب یا منجر به حرام میشه، ما باید این کار جایز را انجام ندیم به خاطر که ما رو به حرام نرسونه. نمونه های زیاد ما داریم که علما و دانشمندا و فقهای ما به همین اساس برای ما دستور دادن و از همین آیه هم همین چیز فهمیده میشه. حالا از این آیه رقم فهمیده میشه راعینا کلمه بدیه یا کلمه خوبیه؟ در زبان عربی کلمه خوبیه. صحابه به قصد خوبی میگفتن یا بد میگفتن؟ به قصد خوبی میگفتن. اما همین چیزی که خوب بود، جایز بود، چون منجر بشه که به یهودیا به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سب و دشنام روا بدارن، در نتیجه شما مسلمان ها دیگه نگین، هرچند جایزه این کار جایزه دیگه شما انجام ندین. این میگن قانون سد ذریعه. بعضی از کتابات تا 99 مورد بر سد ذریعه در شریعت بر ما ذکر کردن که در شریعت اسلامی به اساس همین قانون بعضی چیزای جایز، بعضی چیزای روا اینا آماده ممنوع شده به خاطر که منجر به حرام میشه. یک از این جمله به عنوان مثال، یک از این جمله زیارت القبور یا رفتن به قبرستانا سنت، جایزه، کار خوبیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مدتی که از عمر اسلام گذشت گفتن من قبلا شما را زیارت قبور منع میکردم، حال برای شما میگم به زیارت قبرها برین. زیارت قبرها دو فایده عمده داره، شما را نسبت به دنیا بی رغبت میکنه، مرگ و آخرت رو بیاد شما میاره، برین زیارت ها برین. علما و محدثین میگن که اینمی دستور یا اجازه رفتن به زیارت ها هم برای مرد هم برای زنه، لکن زوارات القبور یا زنهایی که به زیارت میرن باز در حدیث اینا لعنت شدن. وقتی ما بین اینا جمع بکنن به این رقم میگن که زیارت رفتن زن جایزه، داخل اینمی آیه میآیه. اما از اون جایی که در این زمان ما هنوز نه، حالا خب این کل خراب شده، این گپی که برای شما میگم از 7-8 قرن جلوتره. فقهای ما گفتن که از اون جایی که زیارت رفتن زن باعث مشکلات میشه، یک باعث میشه بره به اونجا جزا و فضا بکنه و سر صورت خوب زنوی کار حرامه، باعث میشه خور به قبر بندازه دور قبر بره، این حرامه، باعث میشه که کلمات شرکی به زبان بیاره، این حرامه، باعث میشه که در اونجا نامحرمی رو ببینه، عورتی رو دیده بشه، این حرامه. و امروزه خب قبرستان ما و شما یک مشکل دیگه هم داره که اکثریت قبرستان مرکز آدمای اراذل و باشه. همین آدمای معتاد، آدمای دوز، آدمای جنایتکار، آدمای فاسد یک از مراکز عمده که دارن همینجا. و این دختر مسلمان، خواهر مسلمان که اگر اونجا بره زیارت رفتن کار درستیه، اما اگر این کار رو بکنه باعث میشه که خدای نکرده به حرام مبتلا بشه. در نتیجه آمدن در کتابای ما زیارت رفتن زن منع کردن. چرا منع؟ به ذات خود منع نیه، چون منجر به این رقم حرام میشه منع. اگر منجر به این رقم حرام نمیشد باز منع نیه، جایزه. درست شد؟ یا مسئله که قبلا هم اشاره کرده بودم خانه کعبه معظمه حجی صاحبایی که میرن برای تعلیم میدن، میگن یاد شما باشه طواف که میکنین همین سه بیرونی خانه کعبه که به نام حتیم یاد میشه، این هم باید داخل اینمی طواف شما بشه. یعنی خانه کعبه شامله، او سه اضافی که بیرون از کعبه هم هست این هم شامله. دلیل چی؟ دلیل اینه که این سه زیادی جزء خانه کعبه اصلا. خب جزء خانه کعبه که هست چرا بیرونه؟ اصل گپ اینه که در زمان که رسول الله صلی الله علیه و سلم طفل بودن، خرد بودن، در اون زمان سیل آمد و کعبه معظمه خراب کرد.
مشرکین پولا خود جمع کردن که بیان خانه کعبه درست بکنن و تمام بدیهایی که داشتن بازی عقیده داشتن که خانه کعبه که آباد میکنن از پول حلال باید آباد بکنن. پول حلال خود جمع کردن کم آمد، در نتیجه خانه کعبه کلون به همون اندازه‌ای که بود تیار کردن نتونستن. به تعبیر ما و شما که میگین زیربنای کمی خود گرفتن به اندازه‌ای که پول داشتن. خانه کعبه از اون اندازه‌ای که بود کمی خود گرفتن و این خانه کعبه رو نمی‌رقم خودتر آباد کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عایشه صدیقه میگن اگر قوم تو یعنی مسلمانا تازه مسلمان نمی بودن، یعنی سبب فتنه و اختلاف در بین جامعه نمیشد، من خانه کعبه خراب میکردم و این به همون شکل اولیه ابراهیمی رو در می آوردم، یعنی حتیم هم داخل خانه کعبه میکردم و با خانه کعبه 2 دروازه میدادم. در اصل 2 دروازه داشته. حاله خانه کعبه به شکل اصلی و در آوردن کار جایزی یا ناجایزی؟ کار خوبی بود یا کار بده؟ اما رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار نکردن، این کار خوبه، با خاطر که منجر به فتنه و فساد در بین عربا و مسلمانا میشد، یک فساد می پیدا میشد. این میگه من طرفدار حضرت ابراهیم به کعبه احترام دارم، به طرف کعبه نماز میخونم، کعبه خوی خراب کرد، در نتیجه فتنه به پا میشد. حضرت عبدالله ابن زبیر بر مدت حاکم مکه شد در زمان خلافت اموی. این صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت بود دورانی که ترس از فتنه مسلمان ها بود دوران گذشت، پس در نتیجه ما حال حاکم و اختیاردار همین منطقه هم آمد خانه کعبه رو به همون شکل اصلی و بزرگ کرد درو. حالا خوب فتنه نیه، خوب خطر نیه. بعد از این که حجاج ظالم پیروز شد و حضرت عبدالله ابن زبیر شهید شد، این خلیفه ظالم باز آمد چکار کرد؟ دوباره خانه کعبه خراب کرد به اون شکل سابقه در آورد. خبر داره نمیاد هم بعض وقتا میرقم میکنن یک ولی یک سرک خراب میکنه که باز بعدا تیار بکنه، وقتی که تبدیل شد ولی دیگه کامل همه سرکار تیار میکنه، اون تیار نمیکنه. ضد از اونایی که تیار کرده این خراب میکنه، اونایی که خراب کرده این تیار میکنه، ضد دیگه. این هم ضد بازی کرده میرقم یک چیزی. این سلسله بود تا در زمانی که حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی خلیفه مسلمان ها شد. این آمد گفت که این کار که عبدالله ابن زبیر کرد خب کار خیلی خوبی بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم دل نماز که همین کار بشه. در نتیجه حال شما چی میگین؟ دوباره باز خراب شده، من به این شکل در بیارم یا نه؟ علما جمع شدن برای گفتن نه، شاید حکمت الهی به می رفته که به می رقم باشه و اگر قرار به این باشه که توی دوباره پس به رقم تیار بکنی کعبه معظمه بازیچه میشه نعوذ بالله به دست سیاستمدارا، هر خلیفه و پادشاهی میاد یکی خراب میکنه و یکی تیار میکنه، خلاص به امور رقم بگذار. حالا بحث ما سر اینه که یک کار خوب رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردن به خاطری که منجر به یک فساد بزرگ میشه. چقدر اگر ما حال به این شرایط خواهم هوشیار باشین، به این مسئله شرعی عمل بکنین، مشکلات ما خیلی کم میشه. به مسجد ما اختلاف آمده به خاطر چی؟ به خاطر یک کار جایزه، به خاطر یک کار مستحبه. ما مبارک رمضان اختلاف میکنن، ختم بخونیم یا نخونیم، 2 جماعت تیار میکنن، یکی بالا یکی پایین، یکی به این طرف یکی به این طرف. اختلاف در بین مسلمان ها حرامه. ختم قرآن کردن مستحبه، مستحب بر میگیری که حرام انجام بدی. آیا دین می اجازه میده؟ وقتی که دیدی یعنی ختم قرآن وسیله شده، ذریعه شده برای اختلاف بین مسلمان ها، در نتیجه می ختم قرآن نکن، هیچ غمی نداره، همین مستحب بر ترک بکن به خاطر که منجر به رقم حرام نشه. این به عنوان مثال برای شما گفتم ماه مبارک رمضانه و مثل این دعوا و صدها نمونه دیگه که اگر حکیمانه اسلامی با این برخورد بکنید خیلی از مشکلات ما دور میشه. صد ذریعه علمی معنا، راعینا کلمه جائزیه، درستیه، معنای درستی میده، صحابه به معنای درستی استفاده میکنن، اما از جایی که میتونه مورد سوء استفاده یهودی‌ها قرار بگیره دیگه این کار رو نکنین. الله متعال منع کرد، در هر زمانه می رقم هست. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین، دوست ندارن کافرا. این کافرا کینن؟ اهل کتاب و مشرکین. خیلی جالبه، از روزی که کافرا به مملکت با آماده، بعض از مردم وقتی که میگه امریکایی ها کافری تگر همه میشن. نه اینو کافر نگو، خب کافر دیگه. الله متعال کافر میگه باز اهل کتاب و مشرکین.
اهل کتاب و مشرکین همه کافرن. اینا کافرن. کافر خود به اصطلاح عوامی که میگن شاهدون میکنه داره. نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که قبول ندیش کافره. هر کسی ماه باشه، حالی که به فلان بخش خوبی داره، ای که دکتر خوبی هست، ای که انجینر خوبی هست، ای که شاید خدمتای هم کرده باشه بکرده. سوال آمده که بعضی از کافرایی که خدمتای بزرگ کردن، مثلا ادیسون برق اختراع کرده، راستی هم اگه برق نباشه می دست ما سی پیش نمیره. خوالی ادیسون به بهشت میره یا به جهنم میره؟ سوال واضحه. آیا ادیسونی برق که اختراع کرده باور به این داشته که بهشت و جهنم هست و از خدا بخواسته که این برق اختراع میکنه اومد به بهشت ببر؟ اگر میگم باور داشته، ایمان داشته، از این چه خدمت بزرگتر الله متعال به بهشت میبره. اما مادامی که این چیز به نام آخرت را قبول نداره، چیز به نام عمل صالح قبول نداره، اون نمیگه که من به بهشت برم، الله متعال دست بگیره بزرگ رو تا بهشت بندازه. این کارو نمیکنه. پس در نتیجه نفر باید ایمان داشته باشه که این آخرت را قبول داشته باشه، بهشت و جهنم را قبول داشته باشه، حق و باطل را قبول داشته باشه که عملی صالح بشه. در غیر از کاری خدمت کرده برای مردم ما از تشکر میکنیم. ها یک گپی است که عذاب کافرها فرق میکنه. ادیسون که برق اختراع کرده با او کافر دیگه که مسلمان ها رو سر میبره، هر دو جهنمی هستن، لکن عذاب اینا فرق میکنه. عذاب این خفیفتر نسبت به عذاب او یکی دیگه. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب، دوست ندارن کافرها از اهل کتاب و نه مشرکین، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، که نازل بشه بر شما خیر از جانب پروردگار شما. مشکل این اهل کتاب و کافرها اینه که چرا بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وحی نازل میشه، چرا خوبی بر شما میاد، چرا شما به جنگا پیروز بشین. والله یختص برحمته من یشاء، الله متعال خاص میگردانه به رحمت خود. در اینجا رحمت مراد وحیه، یعنی وحی میده الله متعال به هر کسی که بخواه. والله ذو الفضل العظیم، الله متعال دارای فضل بزرگیه. یهودی ها اعتراض میکردن برای مسلمان ها، میگفتن که شما باور به این دارین که در قرآن مجید نسخه. نسخ چیه؟ نسخ اینه که یک حکم وجود داره، آیه قرآن میاد او حکم را از بین میبره، حکم جدیدی میاره. مسلمان ها به مدینه که رفتن دستور همی بود که به طرف مسجد الاقصی یا فلسطین نماز بخونن. باز بعدا میخونیم در آغاز سوره جزء دوم. بعدا دستور آمد برای مسلمان ها که شما به طرف کعبه نماز بخونین. نماز خوندن به طرف مسجد الاقصی منسوخ شد. یهودی ها اعتراض میکردن که شما به نسخ باور دارین، یا شما میگین شریعت موسی علیه السلام به وقتی درست بوده حالا منسوخ شده. منسوخ میگفتن معنای اینه که نعوذ بالله در علم خدا تغییر آمده، جلوتر خدا میدانست که اون طرف خوبه، حالی میدانه که این طرف خوبه. پس شما مسلمان ها وقتی نسخ میگین، شما در حق الله متعال بدا و تغییر در علم را لازم میدانین و این گپ باطلیه. الله متعال آیه نازل کرد که نه، این رقم یک چیزی نیست. ما نسخ که میگیم این رقم نیه که الله متعال نمیفهمید نعوذ بالله حالی بفهمید، نه این رقم یک چیزی نیه. بخاطر بهتر فهمیدن موضوع بر شما بگم، بعض از دکتر صاحبای ماهر که هست، دکتر صاحبای ماهر برای شما میگه 10 روز می دوار استفاده بکن، بعد از 10 روز بیا، 10 روز بعد که میرین نسخه شما تغییر میده، این 3 تابلت رو 2 تابلت میکنه، این شربت رو میگه دیگه نخور و این دوار اضافی بخور. دکترای ماهر برای شما، یک هم دکترها خو ماهر میان تجربه میکنن، اگه شد این، اگه نشد او، اگه نشد او، بالاخره یاد میشه یا نمیشه دیگه. نه، دکتر ماهر این کارو میکنه. مریضی تو مریضی عمدیه، باید تو یک دوا بخوری، این 10 روز اینا رو بخور باز پس بیا. پس که شما رفتیم این دوار تغییر داد، آیا در علم دکتر تغییر آمد یا نه؟ دکتر روز اول که میفهمیدم این مریض وقتی که 10 روز از این استفاده بکنه وضعیت یا این رقم میشه، باز ما باید دوار تغییر بدم. به همین خاطر معمولا کسایی که به خارج میرن، بعض از دکترای خوبی که پاکستان امثالی هست، وقتی شما برای بگین که من نمیتونم دوباره بیایم، برای شما میگه این نسخه رو بگیر 20 روز استفاده کن. بعضی که این استفاده کردی این تغییرات در تو میاد در عالم اسباب، باز الله متعال فیصله خورداره. باز بعد از اون این دوار کم کن، این دوار زیاد کن، باز این نسخه رو بگیر. یک ماه دیگه که باز این استفاده کردی باز این دوار بگیر. پس معنی اینه که دکتر ماهر این وضعیت رو میفهمه. در نتیجه یک ماه بعد که دوار تغییر داد، ما نمیگیم برای که او روز نمیفهمید یا میفهمی، نه همون روز هم میفهمید، خب وضعیت تو متفاوت شده. واضح شد؟ بلا تشبیه والعیاذ بالله در حق الله متعال همین رقمه. الله متعال روزی که گفت به طرف مسجد الاقصی نماز بخونین، همون روز هم میفهمید که
یک نیم سال بعد اینا به طرف کعبه معظمه نماز بخونن. در علم الله متعال تغییر نمیاد، الا علم الله متعال کم و زیادم نمیشه. ما ننسخ من آیت او ننسها، ما نسخ نمیکنیم هیچ آیت از آیات او ننسها، او فراموش هم نمیکنیم مگر اینکه نکتب خیر منها، میاریم بهتر از او آیت او مثل یا مثل از او. آیات قرآن همه خوب و بهتره از نظر موز، از نظر پاداش، یکی میگیرن یکی دیگر. مثلا مسجد الاقصا قبله مسلمان بود، معظم محترم برای ما. خدا یک روز توفیق بده که سابق حاجی صاحبا که میرفتن به حج که میرفتن مدینه منوره هم زیارت میکردن و به مسجد الاقصا هم میرفتن. خیلی فضیلت خوبی بوده. اینمی سه جایی که ما به اینجا سفر کرده میتونیم با قصد عبادت، به سه منطقه سفر کردن جایزه: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصا. اما حال متاسفانه مسجد الاقصا به دست اسرائیلیای جنایتکار و ما مسلمان‌ها از اون استفاده کردن نمیتونیم. امید روزه که آزاد بشه و خودش ما مسجد الاقصا هم بخیر بریم. مسجد الاقصا مقدسه، در دین اسلام مقدسه. الله متعال میگه به طرف مسجد الاقصا نماز نخونید. این از مسلمان‌ها میگیره نسخ میکنه. بهتر از او که کعبه باشه باز میده. نأتی بخیر منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. آیا نمیدانی که الله متعال بر هر چیز توانایه؟ الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. آیا نمیدانی که یا آیا ندانستی که الله متعال پادشاهی آسمان و زمین از اونه؟ و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. و نیه برای شما غیر از الله متعال هیچ ولی، دوست کارساز ولا نصیر، و نه هم یاری رساننده. هم تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسی من قبل. خطاب به مسلمانای سوال به مسلمان ها میگه شما سوالای بیجا نکنین، سوالای غیر ضروری نکنین، مثل که بنی اسرائیل سوال کردن. ام تريدون ان تسالوا رسولكم. آیا شما میخواین که سوال کنین از پیامبر صلی الله علیه وسلم کما سئل موسی من قبل، چنانچه موسی علیه السلام سوال کرده شد قبلا؟ سوالایی که یهودی‌ها از موسی علیه السلام کردن و گمراه شدن، امونا شما ما این کارو بکنید؟ نه، او روش پیش نگیرید. من قبلا در شما گفته بودم، با در آینده بیشتر توضیح میدین. یهودی‌ها یکی از دلایل هلاکت اینا سوالای بیجای نبود، کثرت سوال بود. مثل که امروز در داستان بقره گفتین سوالای بیجای کردن، خود به هلاکت انداختن، خود به مشکل انداختن. شما این کارا نکنید. و به همین خاطر هم صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه وسلم سوالای بیجا نمیکردن. و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. هر کس که بگیره کفر در مقابل ایمان، یعنی به جایی که مؤمن بشه کافر بشه، یا مؤمن بوده مرتد بشه کافر بشه، فقد ضل سواء السبیل، یقینا گم کرده راه راست و راه میانه را. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا. چرا کافرها مؤسسه تیار میکنن؟ چرا میآین؟ چرا بدنام میکنن؟ چرا تلویزیون تیار میکنن؟ چرا این فیلمار میارن؟ چرا توطئه میکنن؟ خدا جواب میده دوست دارن بسیاری از اهل کتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا، که برگردانن شما بعد از ایمان شما کافر بکنن. پس شما کافر بکنن. چرا این کارو میکنن؟ حسدا من عند انفسهم، با خاطر حسودی که اینا دارن. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اینکه حق بر اینا واضح شده. چی فکر میکنین؟ آیا یک آدم هوشیار در غرب نمیفهمه این جنایتایی که در اینجا میشه اینا زشته؟ چند وقت جلوتر یک کسی یک کلیپ بریم آورد، شما باز میتونین پیدا بکنین. یک زن چند میلیون دلار در سوئیس مصرف میکنه که خور به شکل گربه در بیاره، به شکل گربه در بیاره. و اینا فست در اونجا اینایی که گوشتی کجوی پهلوانیار میکنن، اینا یک بخش از اینا نگاه بکنن نوم حیوانی دارن. اینا خود حیوان میگن. اینا خود هم جنگ میکنن، هم دیگر هم میکشن، برچی سرکلی هم میزنن. ولی دو تا حیوانه، خوب کار ندارن. این هزاران نفر که دور اینا میشینه، اینا چیه؟ اینا میگونه. اگه حیوان نباشه بی خوش میشه. گاور به کوچه اعلام میکنن، گاور وحشی میرن خود به جلوی میندازن، اینا رو میزنن میکشه. باز این میله اینایه، این جشن اینایه، این انعنه، این انسانیت یا حیوانیت. دلارا رو مصرف میکنه، خود سگ تیار میکنه. هم جنس بازی به خیلی از کشورها کم کم روا میشه. به فرانسه رواه، مرد خود مرد ازدواج میکنه، زن خود زن ازدواج میکنه. وحشیگیری خوشا خودم نداره.
میلیون ها دلار یک دختر یا یک زن مصرف میکنه، خود گربه در میکنه بیاره، گربه به شکل گربه در بیاره. نمونه از این زیاده. اما گپ به اینجا کاری که اونا بدبخت شدن، متاسفانه ما مثل اونا بشیم و ما نمیفهمیم. قانون خشونت علیه زنار کنه با کنه همین رقم یک چیزیه. در غرب فعلا کسی زن رو به ازدواج نمیگیره، 20 ساله 25 ساله 30 ساله تا همون سن سال از او سوء استفاده خور میکنه. بعد از این دیگه در و در هلاک و تباه و برباد میگرده. کشورهای اسلامی هم مگر همین رقم باشه، افغانستان هم مگر همین رقم باشه. جدیداً وزارت دفاع آمریکا چند وقت جلوتر وزیر دفاع خود اعلام کرد که من تجاوز جنسی از داخل اردو گم میکنم، تجاوز جبری. بعداً میگه که در طول یک سال گذشته 26,000 مورد تجاوز جبری شده و داخل اردوی امریکا. تجاوز جبری جالبتر از این چیه؟ جالبتر اینه که 90% واقعات هم کسی گزارش نمیده. اگر همین رقم اینا رو حساب بکنید، یعنی 26,000 گزارش شده، 90% گزارش نشده، معنی اینه که 260,000 واقع شده. و اینا تجاوزایی که جبری صورت میگیره، اینا تجاوزایی که جبری صورت میگیره. اون که به اختیار هر کس هر کار میکنه. خب دنیای حیوانات هر کار میکنه آزاده، از حیوان کی پرسید که از اینا بپرسه؟ نه، اینا که جبری صورت میگیره. و اینا هم دختر بچه‌ها خوردی نیم به ارتش، 20 ساله و 25 ساله و 40 ساله و 50 ساله هست. جالبتر برای شما بگم، اکثریت تجاوزان به مردا صورت گرفته. این وزیر دفاع میگه مال ما اینا رو گم میکنم به هر شکلی که میشه. اینا رو بدیدن چون خود اینا به این محلکه قرار گرفتن، حال میان برای ما امیر میگن یک زن اگر پلیس بشه و کنار برادر خو استاد بشه، یک اتاق خواب بشه، چه مشکل داره؟ هیچ. برای شما خو چی؟ یک زن اگر به اردوی ملی کار بکنه و کنار برادر خو باشه، چی مشکلی ایجاد میشه؟ هیچی. یعنی 26,000 تجاوز به اونجا شد. خدا میدونه چند لکرم خدا بپوشیده یا مردم اظهار نکنه، این مصیبت میاد. یک دختر میره ببینه 4 تا مرد به مؤسسه کار میکنه، 2 روز 3 روز خود اینا به سفر میره، چیکار میشه؟ هیچ. برای شما خو هیچی. برای شما خو فرق نمیکنه. گوسفندا عمر خور خدا هم به سفر نیاد، گواه عمر خور به سفر نیاد. شریعت اسلامی قانون میگذاره زن بدون محرم سفر کرده نمیتونه، حتی به حج رفته نمیتونه، حتی به حج رفته نمیتونه. اصل گپ همینه. اینا ماین که ما رو مثل خود خوب بکنن. فعفو واصفحوا حتی یأتی الله بامره. از اینا گذشت بکن، رو بگردان از اینا، حتی یأتی الله بامره، تا اینکه حکم الله متعال بیاید. الله متعال دستور خود بده. دستور الله متعال همی بود که بعدا مسئله جهاد آمد، مسئله مهاجرت آمد. ان الله علی کل شیء قدیر. یقینا الله متعال بر هر چیز توانایه. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. نماز را برپا بدارین، زکات را بدین. و ما تقدموا لانفسکم من خیر. و اون چیزی که شما پیش میفرستین برای خود از کار خیر. پیش فرستادن یعنی که هر کاری که ما میکنین اینا به قیامت برای خورایی میکنین. قبل از اینکه ما برین خونه ما به اونجا آباد بشه. هر کار خیری که شما انجام میدین تجدوه عند الله. خدا اینا رو میابین. الله متعال اینا رو گم نمیکنه. ان الله بما تعملون بصیر. یقینا الله متعال به کارهایی که شما انجام میدین بینایه. و قالوا گفتن یهودیا لن يدخل الجنه. یهودیان میگفتن، نصرانیان میگفتن. یهودیان میگفتن هرگز به بهشت داخل نمیشه مگر کسی که یهودی باشه. نصرانیان میگفتن کسی به بهشت داخل نمیشه مگر اینکه نصرانی باشه. الله چی میگه؟ تلک امانیهم. یعنی ما آرزوهای باطل نه، خیال پلوایی که میذارن دروغ برای خود تیار میکنن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بگو بیارین دلیل قانع کننده اگر دارین، اگر واقعا راست میگین. با کجا دیدین؟ کی برای شما گفته؟ جلوتر همین موضوع توضیح دادین. بلا، نه اون رقمی که اینا میگن نیه، بلکه من اسلم وجهه لله. هر کسی که تسلیم بکنه صورت خود برای الله. صورت که میایه به خاطر که وقتی که چهره انسان تسلیم شد همه وجود تسلیمه. من اسلم وجهه لله. هر کس خود تسلیم الله متعال بکنه و هو محسن، در حالی که نیکوکار باشه، موحد باشه، مخلص باشه، فله اجره عند ربه. مزد و نبری در نزد پروردگار. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا نه ترس دارن در بهشت و نه اندوهگین میشن. پس بهشت به قوم و قبیله داده نمیشه، به کسی داده میشه که ایمان داشته باشه، مخلص باشه و عمل نیکو انجام بده. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یهودی ها میگن که نصرانی ها یا عیسوی ها
بر هیچ چیزی نیان و نصرانی ها میگن که یهودی ها بر هیچ چیزی نیان. یعنی یهودی ها میگن نصرانی ها حق نیان، نصرانی ها میگن یهودی ها حق نیان. این میگه این هیچ چی نیه، این میگه هیچ چی نیه. و هم یتلون الکتاب، در حالی که اینا کتاب میخونن. اگر کتاب رو بخونن، به عمل بکنن، به اساسی حکم بکنن، یهودی ها یعنی پیروان حضرت موسی به شرط که پیروی حضرت موسی علیه السلام رو بکنن در زمان خود درسته. و همین عیسویان یا پیروان حضرت عیسی خود در حقیقت حضرت عیسی مکمل دعوت حضرت عیسی مکمل دعوت حضرت موسی بود. پس فرق نمیکنه یهودی واقعی نصرانی واقعی هر دو تا یکی هستند. اما اینکه یهودی و نصرانی در مقابل هم قرار گرفتن هر دو تا باطلن. اما این باطلا امروز نظر به حدیث نبی صلی الله علیه وسلم که الکفر ملت واحده در مقابل مسلمان ها خود هم یک جا شدن. شاید تعجب بکنید این گپ رو بگم، یهودی و نصرانی چقدر با هم دشمنن، چقدر در عقیده با هم اینا مشکل دارن. یهودی‌ها و نصرانی‌ها در یک قضیه بگم، در قضیه حضرت عیسی علیه السلام، نصرانیان نعوذ بالله میگن حضرت عیسی علیه السلام بچه خدایه، بر به درجه خدایی میرسونن. یک اندازه بالا میبرن حضرت عیسی توی خدا تیار میکنن. یهودی‌ها و العیاذ بالله میگن حضرت عیسی ولد الزنای حرامزاده. انا بیایم بین اینا دیگه مقایسه کنیم چقدر اینا با هم نزدیکن. عیسوی‌ها میگن حضرت عیسی مظلومانه به گمان خود اینا به صلیب کشیده شد. یهودی‌ها میگن نعوذ بالله حضرت عیسی چون مجرم بود به جزای اعمال خود رسید. از دید عیسوی‌ها یهودی‌ها حضرت عیسی به صلیب کشیده و مسائل از این قبیل. اما وقتی قضیه اسلام میشه باز همه دست به دست هم میدن. وقتی که قضیه سختوندن مسلمان ها به میانمار میشه، نه یهودی صداخور میکشه، نه نصرانی صداخور میکشه، نه بودایی صداخور میکشه، نه زردشتی، هیچ کس نمیکشه. چرا؟ چون الکفر ملت واحده، کافرها در مقابل اسلام همه یک دستن. و تمام قضایای اسلامی شما نبینید همه یک رقمه، در بین هم اختلاف رو به همین درجه، اما بر ضد اسلام باز یک دستن. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، همچنین میگفتن کسانی که نمیدانند مثل سخن اینا. مراد مشرکینه. در قرآن مجید به مشرکین لا یعلمون میآیه. مشرکین مکه و مدینه اوس و خزرج و اونجا که قریش بودن اینا لا یعلمونن، کسانی که نمیدانند، جاهلا بودن. اما به یهود و نصارا الذین اوتوا الکتاب یا اهل الکتاب میآیه، به خاطر که اینا کتاب آسمانی داشتن. مشرکین هم میگفتن این روشی که ما داریم روش ابراهیم علیه السلامه، ما به حق و همه دیگر باطلن. فالله یحکم بینهم یوم القیامه، الله متعال حکم میکنه در بین اینا در روز قیامت در اون چیزی که اینا با هم اختلاف میکردن. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، کیست ظالمتر؟ من اگر استفهام انکاری بگیرن این رقم میشه، نیست ظالمتر از کسی که منع میکنه مساجد خداوند متعال، خانه های الله، ان یذکر فیها اسمه، که نام خدا در او گرفته بشه، و سعی فی خرابها، و او کسی که در خرابی مسجد تلاش میکنه. ظالمتر از او کسی که مسجد در خراب میکنه، در خرابی مسجد تلاش میکنه، مانع از یاد الله در داخل مسجد میشه، از این دیگه ظالمتر وجود نداره. بعض مسجدها که آدم میشنوه که درس قرآنی بوده او منع کردن، فلانی صاحب او منع کرده، درس تجویدی بوده او منع کرده. اگر این درس منع کردن به خاطر که درس با ارزشتری در اینجاست، خوب گپیه، صحیحه. از این که فلانی درس بده که یاد نداره، فلانی که یاد داره درس بده، خوب گپیه، این خود تغییر نیکیه، تغییر خوبیه. اما فلانی صاحب اجازه نمیده که مسجدی و درس تفسیر باشه. این ظالم ترین انسان های مسجد جای یاد الله متعال، جای نماز خوندن، جای تلاوت کردن، جای ذکر کردن، جای درس دادن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد همین کارا میکردن. مساجد باید به همین رقم باشه. حالا اگر مسجد رو بند میکنن به خاطر اینکه 4 تا معتاد و دزد نیاید، فرشا مسجد رو نباره، خوب گپیه، مسجد باید حفظ بشه. اما مسجد رو منع میکنه به این معنی که من نماز میخونم دیگه کسی نماز نخونه، یا مسجد رو شخصی میکنه، یا آدم خیلی ظالمه. از نظر شریعت شما باشه، اگر یک زمین شخصی داشته باشه، ملک زرخری شما باشه، به پول خود خواهی را آباد کنین، مسجد تیار بکنین، به محض که گفتین مسجد و مسلمان ها داخل نماز خوندن،
بعد از او دیگه یک ذره هم اختیار در اینجا نداره. این دیگه از الله. مسلمان ها تصمیم میگیرن هر کسی که بهتر نماز خوب میخونه امام بشه، هر کسی که درس بهتر میده درس بده و اینجا دیگه جای یاد خداه. این رقم نیه که حجی فلانی و آقا فلانی و شیخ فلانی و فلانی صاحب و فلانی صاحب اینا به این مسجد اختیار داشته باشن دیگه کسی نداشته باشه. ها اینا متولی مسجد، کلان مسجد، سرپرست مسجد به معنای خادم مسجد شده میتونن. خب گپ این مسجد رو بساختم جاری کشی رو خود میکنم خیلی بینید من این مسجد رو بساختم کوشش میکنم مسئله او برق رو مشکل رو حل کنم. خوب گپه. اما ای که من اون که تصمیم میگیرم که درس باشه یا نباشه، مردم قرآن بخونن یا نخونن، به همین خاطر هم اگر 10 نفر یک طرف میگه به همین جی درس باشه و فلانی صاحب چون مسجد تیار کرده میگه نباشه، این دیگه گمراهی و بدبختیه. این رقم مردم ظالمن. ما متاسفانه یک کلمه جایی دیدیم که درسای مبارکی بود از قرآن مجید، فلان آدم ظالم از خدا ناترس آمده ایر چکار کرده؟ منع کرده. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. اینا گروهی هستند که مناسب نیه به اینا که داخل مسجد بشن مگری که ترسناک باشه. اینا کسانی که مسجد اصلا حق ندارن. و همین ارتباطی که جلویتر گفتم جالبه، به فلان مسجد فلانی دستور میده در حالی که تا مسجد درم ندیده، نماز نمیخونه، آدم کش فاسد مفسد شرابخور قاچاقبر هر مشکل دیگه داره، خب این به مسجد امام تعیین میکنه. اینه که میگه این مسجد درس باشه یا نباشه، ختم باشه یا نباشه، کی خطیب بشه کی نباشه. تو اصلا به این مسجد حق نداری. تو من اصلا اجازه داخل شدن من اینجا نداری. وقتی داخل میشی باید بترسی. تو آدم فاسدی، آدم شرابخور، آدم شراب فروش چی رقم میتونه مسجد تصرف داشته باشه. اصل این آیه در رابطه با بعضی از مفسرین گفتن این در رابطه با مشرکین نازل شده. مشرکین در مکه معظمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه نمی‌داشتن که مسجد الحرام نماز بخونن. از اینا دیگه ظالم‌تر کسی نیه. بعضی هم گفتن در اینجا مسئله یهود و نصارا هم هست. وقتی رومی ها امپراتور روم به طرف بیت المقدس حمله کرد و بیت المقدس خراب کرد، نصارا با اونا همکاری کردن. به خاطر که بیت المقدس جای یهودیا بود، بر ضد هم دیگر این کار کردن. از این نصارا ظالم‌تر دیگه کسی نیه که با پادشاه ظالم همکاری کنه که مسجد رو خراب بکنه. و سعی فی خرابها. خراب کردن مسجد و آباد کردن مسجد دو رقمه. یک خرابی و آبادی ظاهریه، یک خرابی و آبادی معنویه. آباد کردن ظاهری خوب واضحه. مسجد تیار میکنین، کولرای خوبه، بخاریای خوبه، فرشای خوبه، جای خوبه برای وضو گرفتن، جای خوبه برای نماز خوندن، امکانات به مسجد آباد کردن مسجده. هر کس به اندازه توانی که داره. و خراب کردن معلومه. خراب کردن اما آباد کردن معنوی قرآن مجید به چیه؟ مسجد آبادی و به جماعته. مسجد آبادی و بینه که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم داخلی باشه. آبادی مسجد در اینه که روش رسول الله صلی الله علیه وسلم در داخل مسجد تحقق پیدا بکنه. خرابی مسجد در اینه که در داخل مسجد بدعت بشه. خرابی مسجد اینه که در داخل مسجد شرک بشه. خرابی مسجد در اینه که به در و دیواری و عکس زده بشه. خرابی مسجد اینه که در داخل مسجد از غیر الله کمک خواسته بشه. خرابی مسجد در اینه که بدعت ها در مسجد صورت بگیره. و سعی فی خرابها. مراد در اینجا خرابی معنوی را اگر بگیریم همین رقمه. ما موظفیم که مساجد را آباد کنیم، هم از نظر ظاهری آباد کنیم و هم از نظر باطنی آباد کنیم. اما اون چیزی که ترس از داخل شدن مسجد اگر مشرکین بگیریم، مشرکین اجازه داخل شدن به مسجد الحرام ندارن. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حکم الله متعال بیامد که مشرکین دیگه به مسجد الحرام داخل نشن. هرچند در نزد امام ابو حنیفه رحمۃ الله علیه کمی در اینجا تساهل میکنن، میگن به قصد حج و عمره داخل شده نمیتونن، در غیر از داخل شدن جواز داره. لکن بقیه ائمه از جمله امام شافعی رحمۃ الله علیه میگن که به مسجد الحرام هرگز مشرک داخل شده نمیتونه. اما بقیه مساجد داخل شده میتونه، جایزه. لکن هم کار خوبی خونی اگر میای که قرآن بشنوه که بلکه هدایت چه کار خوبیه. لکن این مشرکای که حال داخل میشن، متاسفانه گاهی آدم میشنوه به مسجد
و فلان مسجد داخل شدن، سگار هم بردن که مسجد رو تلاشی کنی. کافرها اینا را اگر دولت خوبی باشه، مسلمانای واقعی باشه، اینا نباید بگذارن. اینا دیگه اجازه ندارن، یا قرآن رو بشنون، کلام رو بشنون که تحت تاثیر برن. اما ای که باز اینا میاین مسجد میسازن، کافر میاین مسجد میسازه، باز ان شاء الله به سوره توبه خود شما میخونیم. ولله المشرق لهم في الدنيا خزي مرير، هم کسا در دنیا خیری و ذلت، ولهم في الاخره عذاب عظیم، در آخرت هم عذاب بزرگ دارند. ولله المشرق والمغرب، از برای الله متعال مشرق و مغرب. مشرق و مغرب که میای خود به خود شمال و جنوب و ایجاهات را شامل میشه. فاینما تولوا فثم وجه الله، بر طرفی که در نماز رو خور بکنین وجه الله به همون طرفه. ان الله واسع علیم، الله متعال نعمتی و فراخ و دانایه. یهودی ها میگفتن که شما مسلمان ها نگاه کن، به طرف مسجد الاقصی نماز میخونید، حالا باز به طرف مکه نماز میخونید. این آیه میگه ولله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب از الله. و الله متعال که اجازه میده میگه به این طرف بخونید یا این طرف نماز بخونید. اما یک حکم دیگه هم که از این معلوم میشه، فاینما تولوا فثم وجه الله، نظر به شأن نزول که داره اینه که ابن عمر رضی الله تعالی عنهما میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی و هو مقبل من مکه الى المدینه على راحلته حيث کان وجهه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به طرف مدینه میرفتن، بر بالای مرکب سوار بودن و به همون طرفی که میرفتن چهره اینا به همون طرف بود. و فیه نزلت فاینما تولوا فثم وجه الله. پس از این معلوم میشه که اگر به سفر میرین، در مسیر سفر بالا مرکب سوارین و به طرف کعبه رو خورگشتوندن نمیتونین، مشکله، به همون طرفی که روی شما نه به همون طرف نماز خوندن جایزه. از هرات میرین رو به طرف کابل، وقتی از هرات رو به طرف کابل میرین قبله به این طرفه، یا از هرات رو به طرف قلعه‌نو میرین قبله و پشت سر ما میایه. اگر در داخل موتر ما این نماز بخونیم همون طرف رو شما به همون طرف باشه، پشت شما طرف قبله باشه جایزه. فاینما تولوا فثم وجه الله. یک صورت دیگه اینه که نفر به سفره به داخل دشت، به داخل راه قایم شده، آبادی نیه که از کسی پرسان بکنه قبله به کدام طرفه. این هم برای صحابه امیر رقم رخ داد، نمیفهمه که قبله به کدام طرفه، از روی ستاره و خورشید و ایوری بعد کوشش میکنه بفهمه، به یک طرف نماز میخونه، نماز رو خلاص شد. بعدن کسی آمد برای گفت یا فهمید که این نماز رو به طرف دیگه خونده، به طرف قبله نخونده. البته در صورتی که آبادی نباشه که از کسی بپرسه قبله رو برای نشون بده. دشت و صحرایی که نمیفهمه خودی خیال میکنه به طرفه، اشتهاد خور میکنه، به عنوان مثال به این طرف نماز میکنه. نماز که خلاص شد خبر میشه که قبله به این طرف نبوده، نماز و به همین رقم درست. فاینما تولوا فثم وجه الله. در جنگ اگر صورت در جنگ آمد که مجاهدا امکان نداشت که رو خور به طرف قبله بکنن، امکان نداشت، یک صورت نماز حالت جنگ باز انشاءالله میخونین، نمونه که یک تعداد بخونن، تعداد دیگه به سنگر باشن، باز اینا بیان بخونن، باز اینا به سنگر باشن، و یک رقم نمازه. اما گاهی وقتا اگر صورت پیدا شد که نفر نمیتونست رو خور از این طرف بگردونه، دشمن به این طرف بود، امکان نداشت که به اینجا رو خور بگردونه به طرف کعبه بکنه، به همون طرف بخونه، به این حالت اضطراری درسته. فاینما تولوا فثم وجه الله. به هر طرفی که رو بکنن در اونجا الله متعال شما رو میبینه، الله متعال از شما راضی میشه، همه جهات از الله. و قال اتخذ الله ولدا سبحانه. بعضی یهودی ها چی میگفتن؟ یکی یهودیانی مشرکان میگفتن اتخذ الله ولدا، میگفتن الله متعال برای خود فرزند گرفته. یهودی ها میگفتن عزیر ابن الله، نصرانی ها میگفتن عیسی المسیح ابن الله. یهودی ها حضرت عزیر بچه خدا میگفتن، عیسوی ها حضرت عیسی بچه خدا میگفتن، و مشرکین ملائکه دختران خدا میگفتن. بل له سبحانه، الله متعال منزه و پاکه، الله متعال اولاد نداره. از این لفظ اتخذه یک چیز رو متوجه باشین. لفظ اتخذه که در اینجا آمده اینه که یهودی ها یا نصرانی ها این نمیگفتن که این بچه خدا هست،
نعوذ بالله از خدا به دنیا آمده، نه، میگفتن که این خدا به بچگی بگرفته. اتخاذ به همین میشه که اصلا نیه لکن گرفته میشه. یعنی میگفتن حضرت عیسی درجه و بعد بالای مثل بچه خدا، نه این رقم نیه. سبحانه، الله متعال منزه و پاک از این چیزا. یعنی هدف می بود که اتخاذ برای یک چیز جعلی میایه که حقیقی نباشه. بل له ما فی السماوات والارض، برای الله متعال هر چیزی که در آسمان ها و زمینه. حضرت عیسی و حضرت عزیر و ملائکه اینا هم از خداوند متعالن. و چیزی که از خود خدا یک چی رقم به درجه میرسه که نعوذ بالله فرزند خدا باشه. بل له ما فی السماوات والارض، بلکه برای الله متعال هر چیزی که در آسمان ها و زمینه. کل له قانتون، همه هر چیز تسلیم و فرمان بردار الله متعال. بدیع السماوات والارض، الله متعال آفریننده آسمان ها و زمینه. بدیع بیودال و عین، به نو پیدا می آید. بدعت هم که میگیم اون چیزی که در دین نو پیدا باشه. قبلا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین نبوده، امروز یک عبادت نو شده بدعته، نوه. بدیع، الله متعال بدیع یعنی چی؟ یعنی آسمان و زمین و مخلوقات بدون نمونه قبلی آفریده. این هم نبوده اول یک کس دیگه انسان بیافریده، خدا از روی از اون نعوذ بالله آفریده باشه. بدیع به همین معنا، بدیع السماوات والارض، آفریننده آسمان ها و زمین الله متعال. و اذا قضا امرا، وقتی که فیصله میکنه یک چیز، فانما یقول له کن، یقینا برای از اون میگه بشو، فیکون، پس میشه. کن فیکون هم که میگم ممینه. مفسرین میگن مراد از کن که به اینجا آماده خود دو حرفه، یعنی بشو. این رقم نیه که اندازه دو حرف وقت بگیره، نه می که الله تعالی فیصله کرد خود به خود کار میشه. باران بشه میشه، نعمت بیایه میایه، و اگر خدای نکرده عذاب هم دستور داد عذاب هم فوراً میایه. جلو فیصله پروردگار هیچ کسی گرفته نمیتونه، هیچ کس جلو رحمت الله هم گرفته نمیتونه، جلو عذاب الله هم گرفته نمیتونه. و قال الذين لا يعلمون، مشرکین میگفتند لولا یکلمنا الله او تأتینا آیه، چرا خداوند متعال با ما سخن نمیزنه و بر ما نشانه و معجزه نمیاره. ببینید آدم ضدی و عنادی همین رقمه، ده ها معجزه آمده بر اینا نشون داده شده، ده ها معجزه. و قرآن مجید در آیه و معجزه جدایه. باز اینا میگفتن نه ما ایمان نمیارین، پیشنهاد میکردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم این رقم معجزه مایم، این رقم معجزه مایم. تو مگر باغ داشته باشی و تو مگر خونه داشته باشی و از طلا و نقره باشه و جوی جاری کنی و امثال ای، ما وقت ایمان میاریم. یا چی میگفتن؟ یا میگفتن ما مگر خدا رو ببینیم ما ایمان میاریم. یا میگفتن ملائکه فرشته ها خودتو باشه، ما جبرئیل رو خودتو ببینیم باز ایمان میاریم. با در سوره انعام میخونین همین ملک که خود پیغمبر بیایه، خب میایه میاره این ملک میایه، خب ما نمیبینیم، خب که نمیبینیم این ملک چه کار بکنه؟ یا این ملک به شکل اصلی خود میایه، شما میگه ملائکه بیایه، خب به شکل اصلی خود که بیایه شما خود نمیبینیم قبول نمیکنین. یا این ملک خود به شکل انسانی در میاره که شما ببینین، اگر اون رقم شد باز شما قبول نمیکنین، میگیم این ملک نیه. چرا ضد میکنین؟ چرا بره میگیرین؟ ملک میایه به پیغمبر آیات نازل میکنه و این آیات رو برای شما میگه و شما هم نمیتونه مثل این آیات بیارین، پس ایمان بیارین. كذلك قال الذين من قبلهم، همچنین میگفتن کسانی که قبل از اینا بودن، مثل قول مثل میگه پنا. در هر زمانه، خوب گوش کنید، در هر زمانه باطل و حق وجود داره. تشابهت قلوبهم، باطل گپاینا به هم شبیه. بعض از توطئه هایی که شما امروز به ضد اسلام میشنوین، بعض از شبهاتی که شما میشنوین، نام اینا فقط فرق میکنه و الا همون شبهایی که به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بود. شبهاتی که به زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم می آوردن، این همون شبهاتی بود که به زمان حضرت عیسی و موسی و ابراهیم و نوح و سلیمان و داود به همون زمان هم بود. تشابهت قلوبهم، آدمای باطل گپای اینا به هم شبیه. یک گپ رو میگن، برای پیغمبرای دیگه هم میگفتن ما برای تو معجزه میگیم تو بیار، برای تو هم میگن ای پیامبر تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقینا ما آیات رو بیان کردیم واضح و روشن برای قومی که یقین میکنن. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یقینا ما فرستادیم تو را ای پیامبر صلی الله علیه و سلم به راستی و به حق، بشیرا و نذیرا، تو بشیر و نذیری. بشیر یعنی چی؟
بشارت دهنده، مژده دهنده، نذیر یعنی بیم دهنده. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، از جهنمیا تو سوال نمیشی. اشاره به داره که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت میکردن، تعداد قبول میکردن، تعداد هم قبول نمیکردن. ای پیامبر تو وظیفه خود انجام دادی، در رابطه با اینکه این نفر قبول نکرد و به جهنم میره، این دیگه از تو سوال نمیشه، وظیفه تو رساندنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بعض آیات قرآن به حد واضحه، به حد واضحه که گاهی وقتا نعوذ بالله آدم میگه باشه نگاه کن همین معنایی که علما و دانشمندا و مفسرا و ائمه به طول تاریخ گفتن نعوذ بالله امکان داره اشتباه باشه، که نگاه کن دیگه رقم معنی چه نگاه میکنی دیگه معنا نمیتونه بده. همون قذر واضح و روشنه که هر چی فکر بکنی. اما که این آیه به جون فلانی میخله، خب میخله دیگه، آیه قرآن خدا نازل کرده. ولن ترضى، ما خود بودیم نهور میخوندیم میگفتن نهی برای تعبید میایه. لن یعنی چی؟ یعنی هرگز یهود و نصارا از تو راضی نمیشن حتی تتبع ملتهم، تا پیروی ملت رو بکنی. یهود و نصارا از ما راضی نمیشه، امریکا و انگلیس از ما راضی نمیشه، غرب از ما راضی نمیشه، امکان نداره که راضی بشه. اما به بعضی چیزا خالی از ما راضی شده، خود بعضی از ما رفیق شده، به خاطر اینه که حتی تتبع ملتهم، اینا پیروی رو کردن دیگه، با ملت او در آمدن، به کنار میشینن شراب میخورن، به کنار میشینن حرام میخورن، مثل او سود میگیرن سود میدن، مثل او رشوت میگیرن رشوت میخورن، مثل او جنایت میکنن، مثل او به ضد مسلمانان کار میکنن، مثل او کشوری خرافت میشه. حتی تتبع ملتهم. این رقم معلوم میشه که تفاسیر امیر میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه منوره خیلی شوق داشتن که یهودیا قبول بکنن دیگه، دین رو قبول بکنن، و گاهی وقتا که میدیدن ایمان نمیارن ناراحت میشدن. الله متعال واضح میکنه میگه که یهودیا نمیرن مردمی هن. اینا وقت از تو راضی میشن که تو یهودی شی خلاص، و تو هم که یهودی شده نمیتونی. قل ان هدى الله هو الهدى، بگوی پیامبر صلی الله علیه وسلم یقینا هدایت خدا فقط هدایت امونه، غیر از هدایت الله دیگه هدایت نیه. وقتی ما میگیم غیر از عمل با قرآن گمراهیه، غیر از عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم گمراهیه، یعنی اینجا هدایت فقط هدایت الهیه. کسی اگر شریعت و طریقت را از هم جدا میکنه، میگه شریعت او چیزیه که از قرآن فهمیده میشه، شریعت او چیزیه که از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فهمیده میشه، باز طریقت یک چیز جداییه که به دل نمیفته، و این شریعت ضد طریقت و طریقت ضد شریعت کافره، مسلمان شده نمیتونه. شریعت هم روش رسول الله صلی الله علیه وسلم، طریقت هم روش رسول الله صلی الله علیه وسلم، تزکیه و تصوف هم روش رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابه، بعد از تابعین، ائمه، یعنی اینا همه رهبر و امام و برچی همونن. طریقتی که به روش ابوبکر صدیق و عمر فاروق نباشه به دیوار بزن. صحیح شد؟ ذکر و ورد که به روش صحابه نباشه او گمراهی، او باطله. طریقتی که برخلاف روش رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه باطله. جالبه یک زمان خود یک بدبخت بی عقل بحث میکرد و میگفت کی کاری که تو میکنی این خو حضرت ابوبکر و عمر نکردن، میگه اونا خو امام شریعت مانند، امام طریقت مانند. اعوذ بالله. این کاری که تو میگی خو امام ابو حنیفه باطل گفتن، میگه امام ابو حنیفه امام شریعتن، امام طریقت نیان. در نتیجه شریعت و طریقت هم دو راهه. اونایی که به طرف شریعت میرن مسلمانن، اونایی که به طرف این رقم طریقت میرن که ضد دینه اونا کافرن، بیدینن، اونا امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیان. چرا؟ چون هدایت خدا خاص کرده. ما یک رقم هدایت داریم، هدایت یعنی هدایت خدایی که به قرآن آمده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر شما میگید ما خدا رو دوست دارم، پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنید. غیر از پیروی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیگر روش برای محبت با الله متعال نیه. خود دیوانه میکنه، سر خود در دیوارا میزنه، قلب میزنه، من دوست خدایم. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 قلب زده بودن تو 4 قلب بزن. اگر ابوبکر صدیق و عمر فاروق این کار کرده بود تو هم بکن. میره سجده میکنه، یک پیر مفسد سجده میکنه، ما طریقتی. اگر ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده کرده تو هم بکن. دین خو امینه.
میگه نه به دل معمی رقم افتاده. خب به دل تو خب افتاده، به دل هم الهام میاد، هم وسوسه شیطان میاد. این شیطان برات یاد داده. همون شیطانی که به مشرکین یاد داده بود که بت سجده کنن، همون شیطان برات یاد داده که فلانی سجده بکن. یک شیطانه. همون شیطانی که اونجا یاد داده بود به ابو جهل و ابو لهب و مشرکین که برهنه دور کعبه طواف کنن، همون شیطان حالا برات یاد داده که به خاطر که فلانی گفته تو دیگه نماز نخون. یک گروهی هم به نام ملامتیه، اینا چکار میکنن؟ قصداً به کوچه و بازار گناه میکنن، فساد میکنن، بی لباس میگردن، عورت خودشون میدن که مردم اینا رو ملامت کنه، که مردم که اینا رو ملامت کرد خدا از اینا راضی نشه. یک مفسد پیدا شده کمر بچه‌ها رو دخترها رو بسته میکنه، جوان‌ها رو بسته میکنه. این جوانی که کمر رو بسته شد، این دیگه اجازه ازدواج نداره، ازدواج به حرامه. خدا میگه حلاله، پیغمبر میگه حلاله، می ازدواج کردم میگه حرامه. این دینه. خدایی که بشینی میگه از ما باز فرق میکنه. من میگم فرق میکنه، تو مسلمان کنی. اگر مسلمان باشی خواهی قرآن مجیده، غیر از قرآن خود دیگه دین نیه. آمنت بالله و ملائکتی و کتبی، ما به کتاب‌های آسمانی باور داریم و کتاب آسمانی هم خداوند متعال در قرآن مجید گفته و مهیمنا علیه، مسلط بر همه کتاب‌های. در نتیجه قل ان هدی الله هو الهدی، هدایت خدا فقط علمو هدایته. این فقط از کجا آوردم؟ کوشش کنیم بعض از مسائل نحوی را یاد بگیرین. هدی الله مضاف الیه معرفه، الهدا باز معرفه، مبتدا و خبر که معرفه باشه فایده تخصیص میده. هو ضمیر فصل در بین آمده، این فایده تخصیص میده. ترجمه ای را میشه هدایت خدا فقط همون هدایته، غیر از دیگه هدایت نیه. ولئن اتبعت اهواءهم، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی خود نمیکردن. خب به فرض که اگر بکنی، اشاره به ما داره، اونا خود نمیکردن، خود شما اگر بکنین. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر پیروی هوای نفس این یهود و نصارا بکنی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه علم تو آمده فهمیدی، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، الله متعال میگه نیه برای تو غیر از الله هیچ ولی و دوست و یاری رساننده. از روزی که ما خود رو به این کافرها بسته کردن، نعوذ بالله، روزی را از اونا خواستن، حمایت را از اونا خواستن، به پی از اونا رفتن، خدا رقم در به دریار برای ما آورد. میگن در افغانستان حالی 2 میلیون معتاده. از این بلا دیگه بزرگتر چی باشه؟ سال 91 آمار طلاق در هرات 30% نسبت به سال 90 افزایش یافته. محکمه میگه از این دربدری دیگه بیشتر چی باشه؟ پولا ما زیاد شده، دلار کیسه ها ما پر کرده، لکن روز به روز گشنه‌تر و گرسنه‌تر میشین. روز به روز آدما میبینی به خاطر پول هم نگر بیشتر میکشن. ما لک من الله من ولی ولا نصیر. الله متعال به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اونا خو این کارو نمیکنن، لکن برای ما گفته شده که خود به پیغمبر که این رقم بگم، برای تو خب یزمی حکمه. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. یک گروه از اهل کتاب منصف مثل عبدالله ابن سلام، مثل ابن سوریا، مثل بنیامین، اینایی که مسلمان شدن، الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما به اونا کتاب را دادیم، یتلونه و حق تلاوته، میخوانند کتاب را حق خواندن، و حق خواندن خداوند، حق خواندن کتاب آسمانی چیه؟ ابن عباس و ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما یک روایت میگن والذی نفسی بیده ان حق تلاوته، حق تلاوت قرآن مجید چیه؟ حق تلاوت کتاب آسمانی چیه؟ ای که حلالی و حلال بدونین و یحرم حرامه و یقرأه کما انزله الله ولا یحرف الکلمه عن مواضعه ولا یتعول منه شیئا علی غیر تعویله. ابن کثیر و قرطبی ذکر کردن از ابن عباس و ابن مسعود. قسم به ذات خدا که تلاوت واقعی کتاب آسمانی یا قرآن اینه که حلالی و حلال بدونین، حرامی و حرام بدونین و بخونین به همون رقمی که خدا نازل کرده. به 10 دقیقه یک جزء قرآن مجید خوندن او رقمینیه که خدا نازل کرده باشه. تغییر ندین کلام را از جای و تعویل بیجان در قرآن مجید یا در کتاب آسمانی نکنیم. قرطبی میگه یتبعون حق اتباعی، پیروی یا اتباع کتاب آسمانی رو میکنن. اولئک یؤمنون به، یعنی می رقم مردم اگر باشن اینا ایمان میارن به کتاب آسمانی، ایمان میارن به قرآن مجید، همون رقمی که ایمان هم آوردن. و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. هر کسی که منکر بشه، منکر قرآن مجید بشه، یقینا انمی مردم زیانکار و تاوانی هستند.